نوسان برق تو خروجی ولتاژ مموریا داشتیم که همه مموریا رو زده بود، آسیب زده بود. مموریا رو تهیه کردیم و بذاریم و نتیجه رو با هم ببینیم. خب دوستان، من مموریا رو گذاشتم و کارتم حالا ما یه بار تست کردیم تصویر اوکیه. خاطر اینکه چیپ آسیب نبینه این سینک رو میذارم. خب تصویر که اوکیه، ویندوز باید لود بشه. خب درایورش لود شد. من یه فرمارک اجرا بکنم، خیلی ولی کوتاه. خدا شکر فیلیک هم نداره، مشکلی نداره. خاموشش کنم جی پی آسیب. خب این کارت هم اوکی شد بدون مشکل، بدون فیلیک داره کارش انجام میده. دما هم تقریبا 65-6 درجه. این هم FPS که میده تقریبا 300 FPS داره میده و اوکی هست.